سلط ابن اشیم ولی خدا مجاهد در سنگر غازیان جهاد میکردن. مجاهد جان تهجد هیچ وقت ترک نکن، جوان جان تهجد هیچ وقت ترک نکن، برادر جان هیچ وقت تهجد ترک نکن. هر کسی تهجد بخوان. آله اصل امی تهجد انسان همی سازد. در که انسان سازی تهجد انسان همی سازد. تهجد انسان شفاف و پاک میکنه. سلط ابن اشیم شیخ رفیقش ذکر میکنه، میگه در یک صف غازیان در سنگر جهاد بودیم. شب حضرت سلط ابن اشیم از جایش برخاست و پیش یک درخت که چشمه داشت در آنجا رفت. در اون چشمه وضو کردن. بعد از وضو کردن، بعد از 4 اندام کردن، دل شب بود، نصف شب بود، جای نماز در پهلوی امین چشمه که جنگل و درخت ها بود اینجا هموار کرد. سجاده و دستمال را، سجاده و جای نماز را هموار کرد، دست به بزرگی خدا بلند کرد، در بسته کرد و نماز خوان. نماز را خوان. میگه من از اونجا تعقیب کردم که سلط ابن اشیم چی میکنه. ای غازی مجاهد مسلمان متدین خدا ترس در دل شب بلند شده، میخواهد از طریق تهجد خود بسازد. نیت کرد نماز را در رکعت 2 رکعت و 4 رکعت خوانده شده بود. در بین جنگل یک شیر آمد، شیر گزنده و خزنده و مفتریس آمد. من از ترس شیر که چندین متر دور بودم، من فریاد زده و فرار کرده سر درخت بالا شدم. اما سلط ابن اشیم نماز را به حد متواضعانه میخواند و به جز جای سجده کسی را چیزی را نمیبیند. به جز تماس و ارتباط با خدا به هیچ چیز نمیبیند. شیر نزدیک آمد، من از ترسش به درخت بلند شدم. شیر اونجا آمد، چیزی به حضرت بزرگوار غازی چیزی نگفت و چیزی نکرد تا صبح. ای بزرگوار نماز خوان. بعد از صبح تبعت یک صدا کرد. سلط ابن اشیم گفت مرا ترساندی، به من رعب آوردی، مرا دنبال کردی، متابعت کردی. او شیر با زبان فصیح، با زبان واضح و هویدا برش گفت تو از ترس خدا از خاطر ساختارت در اینجا به حضور خدا استاد شده ای. هر کسی که ساخته شود، همه حیوان درنده و خزنده از خوف از او به تو تسلیم می شود. اگر خواست درنده ها دشمن به تو تسلیم شود، غازی جان شب نماز بخوان. با 2 رکعت نماز میتونی سنگر گرم دشمن را شکست بده. میگه شیر با این آمد، رویش را بر لباس و بر سینه حضرت سلط مالش داد. فیض و برکت بگیرم گفته مالش داد. کسب فیض کنم گفته شیر به جانش چاپلوسی کرد، به جانش روحای خود را مالش داد. شیخی که میگه من دیدم شیر وقتی که به طرف جنگل میرفت، دیگر حیوانات تبرکن به جان شیر خود را مالش میدادند که جان شما لمس به حضرت سلط ابن اشیم شدگی است. سبحان الله. بیاییم خود را بسازیم با 2 رکعت تهجد، با 4 رکعت تهجد که شیرهای درنده امروز در کمین ماست. بزرگترین شیر درنده شیطان و نفس من و تو هست. به این شبها، این دراز شبها را به عبادت نگذرانیم تا اینکه درندگان به ما تسلیم شود، خزندگان به ما تسلیم شود، شیرهای درنده امریکا صفتان به من تو تسلیم شود. شبها نماز بخوان، قلب تو ساخته میشی. برزی که تو ساخته شدی، جامعه ساخته میشه. من ساخته شدم، مقتدی من ساخته میشه. من ساخته شدم، اولاد و زنم ساخته میشه. ما خدا نساختیم که وطن هم ساخته نمیتونیم، خانواده هم ساخته نمیتونیم. تا خود ما تغییر نکنیم دیگه هیچ چیز تغییر داده نمیتونیم. اشخاص ساخته شد، وطن ساخته میشه. ما در یک مجلس عروسی صحبت کردم، گفتم بلخ را چرا مردم تعریف میکند؟ ام البلاد میکنه. کوفه و بغداد چرا تعریف میکنه؟ بخارا و سمرقند چرا تعریف دارد؟ علما داشتن، دانشمندان داشتن، انسانای ساختگی بودن. این ساخته شد. ساختگی شما پلاستیکی و مصنوعی فکر نکنید، ساخته شده بودن، آماده شده بودن.
که اون باز اون وطن را آبرو عزتش حفظ کرده بودن. همچون مولانا داشتن، همچون هرات عبدالرحمن جامی داشتن، غزنی همچون سلطانمود فاتح هند غزنویانی داشتیم ما. چون شخص اونجا خوب در دیوال چیزی نیست. خودسازی شام و مصر را می سازی، وطن را می سازی. اگر ساخته نشدی چیزهای بیش قیمت وطن هم باز می فروشی. خود زن اگر ساخته نشد شود در کار رفت بازو گندم خانه را می فروشد. یک کسی گفت که 3 تا کره از خانه گم شده، کاری خانم گفت در توانش فروخت داده بخشش کرده. با شوهر زد کرده 3 تا کاری طلاش 50,000 باشد، در کجا میره 30,000 باشد. چون زن ساخته نشده بود، خانه ساخته نشد، فرزند ساخته نشد، چون پدر ساخته نبود. خودسازی جامعه سازی، خودسازی وطن سازی، خودسازی امنیت سازی. حضرت عمر صاحب عبیده جراح را گفت من میخواهم خانه شما بیداردر را یک ببینم، من در خانه تو برادرم یک مهمان شوم. عبیده بن جراح گفت خیرت باش امیر المؤمنین، خانه مرا چی تقاضای دیدار داره؟ به این معنا نیست که من مهمان خوش نداشته باشم. همچون امیر المؤمنین، همچون انسان با تقوا و نیک، یار رسول گرامی، فاتح کسرا و قیصر، اما تی دل تا بگو ای امیر المؤمنین به کدام نیت خانه مرا میبینی؟ گفت خانه تان یک دیدن میکنم. حضرت عمر صاحب میگه من فکر کردم از سرزمین خشک که طبیعت سبز و خرمی نداشت از مدینه طیبه آمد، مبادا در سرزمینی که سرسبزترین اون وقت کشور شام و مصر و همانجا بودن، می شود که از او خشکیدگی های زمین آمدن در اینجا مزرعت ها و کشتزارها و اقتصاد و ثروت. هر وطنی که زراعت داشته باشه اقتصاد دارد. بناهن در این کشور اقتصادی شاید یک چند تا منزلک به خود ساخته باشی. بعد از اشغال وظیفه باید تو یک چک شوی. گفت بفرما برادر امیر المؤمنین در گزده میدان بریم در خانه عبیده جراح، ولیکن اگر در خانه ما رفتیم مبادا که دلت بد نشود، مبادا که چشمت در دیدن منظره ها ناخوش شود. گفت نه خیر باشه من خانه تو را میبینم، چون در جای ثروت، در جای منبع عایداتی، در کشور زراعتی آمده، شاید چند منزل با خود ساخته باشد به نام استفاده وظیفوی. گفت بریم. حضرت عمر صاحب میگه با حضرت عبیده بن جراح رفتیم شهر بر آمدیم، در بین درها و جنگل ها رفتیم. گفتم ای ابن جراح صاحب کجا میبری؟ ما فکر کردم که در ناف شهر یا در وسط شهر شاید خانه های بسیار زیبا ساخته باشه. گفت خانه ما دور از شهر است، اون بین جنگل است. امیر المؤمنین بیاین. اصحاب ساخته شده بودن، با 2 رکعت شب نماز میخواندن، دنیا را قلبش تغییر میدادن. در زیر خیمه زندگی میکردن، امپراتورها میلرزیدن، امپراتورها چشمش خواب سرمه نمیکردن. بیاییم خود را بسازیم، ای که تا ساخته نشویم غزه را بمان. تمام کنج دنیا حرمین شریفین اگر اگروز تصویر نکردن این تنه شما و گردنی من. خود را بسازین، از مادیات دنیا حرص دنیا بیرون بروین، فقط رضای خدا را در نظر بگیرین. هر کار میکنی به رضای خدا کو. اگر در رضای خدا نباشد، در کبر و غرور و ظلم بوده باشد، میگم که تمام اتم دنیا پیشت باشه الله تو را شکست میده. رفتم میگه حضرت عمر صاحب در یک پهلوگک کوه یک خانه از چوب و خار ساخته، که چیله که میگن مردم قشلاق، چیله چوبا را گذاشته، در جانش خارها و ایزمها را بسته کرده. داخل خیمه در آمدم، گفتم ای عبیده بن جراح این چیست؟ گفت این خانه من است، خانه والی شام است، امیر المؤمنین است، این ساحه منطقه زراعتی و ثروتی هست. همچون والی که تماما دنیا پیش پایش بود، روز لکهال دینار و درهم همه طلا پیش پایش بود، در خانه خسی چوبینه زندگی میکرد. گفت راست بگو ای عبیده بن جراح؟ گفت بله من ساخته شدم، دروغ نمیگم، این خانه من است، این خانه والی صاحب است، این خانه امیر این منطقه هست. گفت وسایل خانه چیست؟ وسایل خانه چیست؟ لیست بده، حساب بده، حساب بگیر.
یک جای نماز در گوشه این خانه در زیر خار آوار کردگی بود جای نماز و یک لیوانی از آب، گفته ایرانیا، یک کوزگک آب گلی. گفت این جای نماز جای سجده عبیده جراح است و این کوزه کوزی وضویش است. گفت دیگر وسایل بیار، لیست بده. از پشت امی خارخانه یا از گوشه خارخانه چند تو نان خشک جوین را آورد. گفت امیر المومنین شما هم تناول کنین، میمان والی هستید، ایرانوش جان بکنین. این کباب خوردن ها جواب دارد. این پلو داشی روز قارس باشنام اینجا است. گفتم روزی که نان خشک خورده باشی بگودم، بازم ناسپاس هستید، بازم ناشکر هستید، بازم روزهای ما یاد ما میرد. من بچاق تربوز چای خوردم یاد ما نمیرد در این شر و فساد و جنگ خانوادگی در این وطن. حالا به گیلاس های رنگارنگ و جلوبلی می نوشیم، همون را فراموش کردم. زیر سرم خشت مانده خواب کردم، به سنگا خواب کردیم. حالا شکر منم چرا نمیکشیم؟ شکر نعمت چرا نمیکشیم؟ کار نیست، کار نیست. میری خدمت روافض میکنی، میری در جرمنی و آلمان میری بلاز خدا که کار کرد که نشد. سبایی یک برادر ما اینجا بودن، گفت ما که چبل کباب فروشی رو 3000 پیدا میکنم، چرا کار نیست؟ نازم همون دسته که هم شد از غریبی نان حلال پیدا میکنی که کار کرد که نان نبود. امنیت آماده بکن، آرامش آماده باشد، رزق الله به هر جای برد میته. و خدایی که در جرمنی میته دمی جمع میته، خدایی که در کانادا میته دمی جمع میته. لیکن بندگی درست نکردیم، شکایت به بنده کردیم. مار سر سینه نمیگزد. وقتی که در بنده شکایت نکنی به الله بگو تو است، مار است، تو باز به تو تسلیم میشه. حضرت عبیده بن جراح تو تای نان آگه امیر المومنین نوش جان که نان من است. گفت از این بالا وصل؟ گفت ندارم. گفت یک هفته زن خانومی در اینجا هست، یک هفتگی نان خود از سرش پخته میکنم، مزد میتم، آرد میتم، هرچی میتم، معاش حلال دارم در دولت. یک هفته چون وقت ندارم دیگه من هر روز نان گرم خوردن نمیتوانم. نانکای خاصی نیم متره و 40 سانتی در روز شادیان پیدا میشه، همون هم میخوری، هنوز هم شکر نمیکشیم. همون هم میخوریم، شکر نمیکشیم. والا ناسپاس هستیم. باید شکر بکشیم که الله زیادتر بکنه. گفت این امین است و بس. نان یک هفته‌ای را پیش حضرت عمر صاحب گذاشت. حضرت عمر نان را دید، سلیقه زندگی را دید، گران کرد. گفت پروردگارا، بس حین گران کردن و صدایش گفت ای عبیده ابن جراح، دنیا همه را تغییر دادن، دنیا همه را دگرگون کردن، دنیا به هر کس تحول آورده، اما عبیده ابن جراح را نتونسته تغییر بده، چون عبیده ساخته شدگی بود. وقتی که می ساخته نشه میتونه انسان تغییر بده، اما عبیده جراح که ساخته شده بود تغییر نخورده بود، بازم نان جوین میخورد. با همون خانه گیلی، با همون خانه خاری، با همون خانه چوبی امپراتورهای روم و فارس از او میترسیدند. از تو از تانگت نمیترسد، از زریعت نمیترسد، از اتمت نمیترسد، لیکن دشمن از ایمانت میترسد.